ببخشید که این قال چوقو خیلی میکردم میگم یک خواهشی از شما دارم گردن بستگی بودم نمیدم ما اینکه ویدیو رو نگاه کنیم بریم داخل یوتیوب کانال هراتبورگ یعنی بغلک دست راست یا دست چپ نمیفهم به دست راست چپ بخوام نمیفهم علامتک سرخی داره همون فشار بدیم بعد زنگولگک میه زنگوله که به گردن نشانیه انا میرن که فشار دیم هر چی که نمایشنامه یعنی انا به داخل از این ویدیو هسته انا از شما خواهش میکنم آخه ما به می هوا خنک امروز بارش میباره خنک برف هم امشب مای به خیر خوشی بیایه ما با شما برنامه اجرا میکنیم ببینیم به خاطر شما میرم حال چوکو خیلی میکنم یک دونه هم نبود غریب مار دست من بکنده بود شما یک روپیه یا دلار یا یورو یا افغانی مصرف نمیکنین که همینه که سابسکرایب کنیم لایک کنیم شیر کنیم که ما حداقل به شما زحمت میکشیم به می زحمت اگه نمیار زحمت من میرم بخیر دیگه من نیام یک چیز دیگه هم به شما بگم کاغذ پیچ هم هسته کاغذ پیچ با به داخله که مگر گرده ها خور باز بگیریم فهمیدیم گورنام نمیبرم سباشو به خیر خوشی پخش میشه انا شروع میکنیم به ساختن خواهش میکنم کانال هراتبورگ فراموش نکنین گردن شما بله لالا گریه نمی کنم ارباب من دختر خود نزباتدار کرده آقا گردن بابا یاره بربادت به تو هاشترک زبیده با من میگو تک مدام به طور بایو حالا با داده به نزباتدار کرده و مرتکه که به تایران گردن ما بنداشی بیامد اگه یک کلیمی گپر من نمیفهمیدم چی میگه بچه که فقط گونگی بودن آه هیچی من که کار داره میام شهیده خدا ای خدا به می دنیا چی بدیدم من به می جوانی به پیشونی مرتکم مزدور دختری من مایه به صد دل و ندل به ما عاشق شده دوسته که آخری را به من ندادم سلام خوبی که لبجم چه گریه میکنی؟ خیلی نامردی چرا؟ خیلی نامردی اگه تو نامرده نمیبینی به پیار خونه گفتی که بابا من نمایم من خیر از گیله خوب تو افشا میکردی دیگه میتونی گیله کمایم خب به دست خود من رو خود تو که خبر داری دیگه باشه پیار تو من زور دارم تو میو نه از چی مایم من به زور برای ازی دارم به خاطر از اینکه پولدار بودی به خدا معلومه که بس تو گیله خیلی دوست دارم تو را دل و جان دوست دارم حقیقت رستگی ولی حالا که برای تو قول میدم گیله خوب من تو ایران نبرم پول پیشکش خود برای تو قول میدم پول پیشکش خود میدم برای تو میدم اینجا من مزادار شون هر کسی که تو دوسته همون بستو عروسی خور بکن خب چه چاده این سر میشه؟ به خاطر از اینکه من برم بخونه خواهر خونه خواهر خب؟ خب نگام دیگه میگه حالی نمیدی دیگه خیلی گیله چطور از دل جان دوستش تو ولی من به او به زور دادم نمیشه تو ادعا شرف خور بکنی نه خوب فکر کنم به تو راه یاد میدم چه کار کنی؟ تو ادعا شرف خور کن بفهمیدی آشاجی
آشا بچی İşte aşağı bekliyor. آشا بچی بگو من اوکمان جز من ایر نمایم از تو که میپرسن کیر می هیچی نگو که پیار تو مر میزنه نگو که کیر لکه مایم خب نمیشه تو بگه خاطر از اینکه ما از خود روی داریم اگه باز اولی گپه بگو ما به این قایمی نومه بد نشه پیار بگم تو که دختر ارتین خدا میداره به کی عاشق شده بودی پیار تو انکا ایمونی پوله به خاطر پول نیست که من آدم پول داره داد و کسی که من مستم من ندادم تو به ایران ببرن خب من اشتباه مرمه اشته چی خوب مستم ده دل میشه عزیزی دل من برای تو پول اولا میریزم با پول اولا میکنم با برای خب پولار بگیر اکبر و نمزاد داشت و هر کسی که دوست داری ولی عشق تو از دل ما بدرده میشه خوب گریه نکنه گریه نکن برای گریه بگیری چشمام سخ میشه و خونه فرقه برو بگم چرا گریه کردی خوب گلی تو کار نداری باید بگه کار نداری یک اسکی چیزی از من بگیرم راست میگی خوب شد بیاد میدادی من گوشینم از اون واسطی آوردم اینجا چی باید کار؟ تا چاربیتی بخونی چاربیتی ها تو اونجا گرفتم همیشه گوش به عشق تو زندگی دل به که میگیرم اما تو با خودم به چند تا بیتی عاشقی بخونی شد خوبه همه گوشه خود روشن میکنم خب بروس بزی که سب کنه صدا سب چاربیتی هم مقبول بخون عزیزی دلی من شروع کن دیگرم شروع کن حساب میکنم سب میکنه به گریه نمیخونم وسته نمیشه بگیری نخونی که بخاطر از اگر هر وقت گوش کنم منم گریه میگیره خوب اول چیه میگم بگو جیگرم اول چای بیتی میگم هرچی میگی جیگرم سوزی دل بخونم تو چوب کن که صداتون میشنم دل من آتش میگیره گلی از دست من بستان و گوی کن بیای که گلای خود برو کن بر جا که رفتی مرم ندیدی با منجی با خود گل گفتگو کن اگر گله که دیدی به جای اول سلام بگو دیون دعای اگه پرسید که زبیده ایشته شده بگیم بریک شده به مثل کای بخون جیگر خیلی برو خورده بگم بقصدی نشون برو بخونه برو مامونجو بخونه برو میای ایران دوره گلمه به ایران تا که انگیری حسینی جدای زخمه جدای موزه بده زخم نسور گلمه سر راه ما بشینیم مر ببینی فدای خوب فدای تو فدایت میکنم هرچی بخی ندارم توفه از جان شیرین تر از این بطر چون که من نمی برو بگذاره که من خود دل خود پاره کنم برو من دل خود بگرم بطر کنم دل خود خوب گریه کنم خدا نکنه عزیزی دل برو بگرم من دل جمع ما این سعی بکنید یا من بلد کار کنم امرو بگذارین که من دل خود خوب یخ کنم دل من خود دل من پاره شد دل من بطرقه خدا نکنه که زبیده را پیش من میبرم گریه نکنه به هر چمن که رسیدی زبیده جو گل بچین و بدر رو چره زبیده به هر چمن رسیدی که گل بچین و بدر رو چره عزیزی انا به پیش بیار خونه شی که عاقبت خار گرده انا بخون جیگرم بخون یک شیر خیلی هم میگم بخون عزیزی دل بخون در سرای نلبندیر بگردم
همه سبای سمرقندی رو بگردم. کدوم سیبا؟ همه سبا سمرقندی چی باشه؟ همه لامبوسایی که میخندی بگردم. از حالا همینطوری خداحافظی میکنم. بس بده صدام روش کن که نیشو تو بشنونی هم پیر مادر تو بشنوه. خداحافظ، بخیر بشی. گاهی وقتی من یاد کنی گریه کن. زبده جو هر کلمی گفتی که میشنوی یک من اشک بریزونی. خداحافظ. خداحافظ. قد کن. برو که میشه بابرات تو شیطی. گیلک جو خداحافظ چی کردم؟ خداحافظ گریه نکن. خوشه. ای دختر لا اله الا الله. گیلک گیلک رقیقه بمردم. چه؟ بله اشتخه و وحشتناکی دیدم گیلک. بله کاکا خلیفه. بترسیدم گیلک. بترسیدین؟ چطور ترسیدین؟ به ایلا نزدیک بود بمردم. با ایلا چطور ترسیدین کاکا؟ بترسیدم با ایلا گیلک. چطور سیاه شدین؟ بمردم گیلک. باشن میام. کجا میری گیلک؟ میام کاکا. بیا بشی دیگه گیلک. کجا رفتی؟ بیا خیر بینی. خدا تو خیر بده. بترسیدی من؟ بمردم گیلک. بابا ایلا چی خیال میدینی خلیفه؟ ناکی دیدم گمش کنه اپرس گیلک. چی خیال میگه میدینی؟ تو دختر فروشی بختوفر بگریفته و چیشام از سرمته بیرو قلیده بود گیلک بمردم. با ایلا لا اله الا الله. راست میگم کاکا. من که خلیفی منه، من به شما بادار منه، من به شما نقصه روادار نیام. گناه دارم که شما دختر خود به کجا بردیم دادیم. او ببرم شما رو میتونیم به سال یک دفعه ببینیم. یعنی نمیدم گیلک بیزارم. بیزارم از این کار. نمیدیم بیای دختر پولای پس میدم نمیدم امی دختر خورم میادم. منو هیچ کار نشده گیلک. ندیم کاکا به درد نمیخوره. خدا راست میگفتی تو گیلک. همون بدیم به من. یعنی من تو آدم میدم من تو سعی و تو نکام میکنم ازم پولم و تو نمام عروسی تو هم خودم بگیرم. خب کوبیزو فاتح کردین سلکم میدم پولای پس میدم. ما مردم گیلک بترقیدم چیشا هم مغز سهر میته بیرو قلیده بود. کاکا جو یعنی بس سهنی بود گیلک. من دیگه از این پول و اینا تیرم. خدا هم سبب من داده بسته منه. یعنی که از این پیشکش دختر تیرم نمیخورم. راست میگه. تو برو امشب بده به خونه پیر خود. خب هفته دیگه خودی پیر و مادر و قوم خش خوبر آمد و تو اول میدم با زنگ میزنم عروسی تو خود من میگیرم خونه رو همین که تو فرش میکنم. راست میگه. دیلک جان پولا اینا تیار کرده بدیم. پولا اینا رو هم من بدم. پولا اینا تیار کرده پستیم. تو بخیر برو به خونه خود ده برو. فقط هفته دیگه عروسی تو نه پیر مادر و قوم خش خواهر که خبر میکنی برای من یک زنگ بزن که همون زن فری دارم. عروسی تو رو هم خودم میگیرم گیلک جان. یعنی که میدیم به من دیگه نوزباد من؟ نوزباد پیش بیا گوشتی هم بده. برو دیگه بده به پیر خودی خبر. اماله برو دیگه بده. خوبه خیلی بینیم. برو. خوبه تا ما میایم خود دومات جنگ نکنیم. خوبه برو. خوبه با گیلک گیلک عظیم افتادم. بله کاکا خلیفه. یه اینجا بشی تو. خودتو چیکار کنم گیلک؟ هیچی دیگه. من که گفتم که به جلوی رو تو بدیدی که گفتم به تاسه ای به تو دختر کنه کار میکنم بیدم. کی؟ من. چی گفتی؟ نه گفتم دختر کنم بیدم به تو. خیلی بینیم. نمیشه گیلک جان. بله؟ برفتم خود مادر بچه ها مصلحت کردم. میگه من همی دختر به تنور کنم به گیلک نمیدم. چرا؟
به خاطر که گیلک جان 80% تو بالخونه خور به اجاره دادی. گردن ما بند باشه 10 دفعه بیامدم ما کرایه ندادیم، ما به اجاره هم ندادیم. من چی میگم تو چی میگی؟ گیلک جان تو ساده ای ساده. آخه من چه و تو عقل یاد دادم؟ هیچ انگار به می دیوالا میگم. معذرت مادر میتونم. خب آساسته خورشیار میکردی که انال زن من مخالفت نمیکرد دختر میدادم برای تو. حالا خانم شما میگم نمیدیم بگی لک. به تنور کنم میگه بزی نمیدم. به تنور؟ ها خیلی باشه ما هم خدای دارم. خیلی من رفتم با به پیار خو مادر خو بگفتم ایتو بال نداشتم بپرم با شما ایتو میگم برم زنگ زنم بگم. اگه نمی خوش بدم گیلک جان بچه خوبه صاف و سادی منتاز هنم میگه ای دیونیه. راست میگی. خیلی باشه من از سراخ بیرون نمیکنی؟ نه دیگه کار خوب کنم اینجی. خب خیلی نمیده خیلی برو دیگه برو خان زنگ بسن. گریه نکو گیلک جو که مرم گریه میگیره. خیلی برو مطر بشیرم. دیگه برو. خب میرم مطر میشیرم.